سلامت باشی. آقا یه چیز باحال بگم، اینو منو تک کن، منم بخوام بذارم. اینجا که اومدیم منطقه توریستیه، مهمون‌های خارجی مختلفی از کشورهای مختلف هست. اینو من تو رفتار مردم تاجیکستان دیدم از همشون. مهمون خارجی داره از کنارشون رد میشه، خب رنگ پوست، تیپ چهره، صحبت میکنن مشخصه. انگلیسی وای سلام میکنن و هلو ویلکام تو تاجیکستان، دونه دونه بهشون میگن. خب این خیلی باحاله، چه حس خوبی میده به اون توریست. احساس غربت نمیکنه، احساس امنیت میکنه، احساس دوستی میکنه. هر کی که از کنارش رد میشه یه سلام، یه لبخند. شما این کارو رایگان داری انجام میدی، ولی با هیچ پولی نمیشه این کارو خرید. دمتون گرم، چیز خوبی ایده بشه ممنون توریکو. اگه پیغون بده دیگه دوستم نداره، وای 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 دیگه ناله هاش برام اصلا نداره، وای 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 دل من شکسته طاقت نداره، وای به 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 برای اینجاست. سلامت باش.